پرهزینه ترین سریال های جهان. رتبه هفتم سریال بازی تاج و تخت، محصول سال 2011 و با بودجه 15 میلیون دلار برای هر قسمت. رتبه ششم سریال مندلورین، محصول سال 2019 و با بودجه 16 میلیون دلار برای هر قسمت. رتبه پنجم سریال اقیانوس آرام، محصول سال 2010 و با بودجه 20 میلیون دلار برای هر قسمت. رتبه چهارم سریال خاندان اژدها، محصول سال 2022 و با بودجه 22 میلیون دلار برای هر قسمت. رتبه سوم سریال وانداویژن، محصول سال 2021 و با بودجه 25 میلیون دلار برای هر قسمت. رتبه دوم سریال چیزهای عجیب، محصول سال 2016 و با بودجه 30 میلیون دلار برای هر قسمت. رتبه اول و پرهزینه ترین سریال جهان سریال ارباب القا، محصول سال 2022 و با بودجه 58 میلیون دلار برای هر قسمت.